ببینید ابراهیم علیه السلام ابوالانبیاست، امام المتوکلینه، چه امتحانهای بزرگ و سختی رو پشت سر گذاشته. اما وقتی الله تعالی بهش میگه اذ قال له ربه اسلم، ای ابراهیم تسلیم من باش، حضرت ابراهیم میگه اسلمت لرب العالمین، خدای تو پروردگار تمام این عالمی، تمام این عالم، کرات، کهکشانها، تمام این نظام آفرینش، رب و پرورش دهنده همه اینها تو هستی. دریاها هست در فرمان تو هست، کوهها هست در فرمان تو هست، آسمانها هست در فرمان تو هست، انس و جن در فرمان تو هست، تو رب عالمینی. من تسلیم میشم و به این هم اذعان میکنم که